یه چی توی خونه نشسته بودم و داشتم با تخمام بازی میکردم. یهویی با خودم گفتم خدایا ما چرا هیچ تفریحی نداریم؟ ما چرا هیچ دلخوشی نداریم؟ ریدم تو این زندگی و رو به پدرم زدم و گفتم همش تقصیر توئه. گفت چی پسرم؟ چی شده؟ گفتم پدر ببین، از موقعی که به دنیا اومدم تنها چیزی که برام خرید یه شیر خشک بود که اونم اگه مادرم داشت مطمئن دارم اونم نمیدادیم. گفت خب بگاه خوریت ادامه بده. گفتم خب چرا با هیچ تفریحی نداریم؟ چرا ما رو هیچ جایی نمیبری؟ گفت ببین پسرم میخوام یه واقعیت رو بهت بگم. گفتم صبر کن، خودم میدونستم چه پسرت نیستم. گفت دهنت تو ببند، آقا کدوم کوره خری تو رو گردن میگیره من گرفتم. آخه تو اگه پسر من نبود چند بار همینجا کرده بودم گور خر و همینجوری داشت عصبانیت داشت جواری که در میاد با اون کمرش منو سیاه جنب بود کنه. گفتم پدر آروم باش، پدر اعصابت مسلط باید درد دل ساده بود که باهات کردم. پدر چرا اینکه عصبانی هستی؟ ببین واقعیت اینه که من یه دونه باغ دارم که تا حالا هیچ کدومتون اونجا نبردم. گفتم پدر تو این همه سال من این همه سختی کشیدم یه دونه پارچه ما رو نبردی، الان داری بهم میگی ما یه دونه باغ داشتیم؟ گفت ببین پسرم میخواستم به سن قانونی برسی. گفتم آ پدر کدوم سن قانونی؟ من الان 22 سالمه، خیلی وقت رد کردم. گفت نه اون سن قانونی نه، اون وقت کون دادنه. منظورم اون سن قانونی نبود که، منظورم اون سن قانونی بود که بتونی بدی باغ. گفتم آها حتما این قواعد خاصی نداره که باغ رفتن چه تا حالا بهم نگفته. ما پا شدیم و بند و بساطمون رو سم کردیم چه بریم باغ. آقا برو که رفتیم از کوه و دشت و بیابون و رودخونه و از یه جایی میرفتیم که من فکر کردم طول وحشت باقی. گفتم این ما رو تا نکشه ولکن نیست. آقا رفتیم توی دیدم آها رسیدی یه جایی که نگم براتون کویر لوت بود. نه واقعا انتظار داشتی جای خیلی خوب باشه. کلا کویر بود، وسطش یه دونه باغی بود، فنس کشیده بودن، کلا 8 تا درخت داشت. از 8 تا 4 تاش خوش شده بود، 4 تاش مونده بود که اینقدر پدرم به اون باغ پهن داده بود که همه جا رو بوی پهن گرفته. من فکر کردم اول وارد طویله شدیم، بعد دیدم نه اینجا باغه. یعنی یه جوری بود که انگار درخت‌ها رو کاشته توی گوه. گفتم پدر باغت اینجا بود؟ گفت ببین از سرت هم زیادیه، تا اون درخت‌ها رو در نیاوردن نکردم توی کونت زر اضافی نزد. گفتم چشم پدر هرچی تو بگی. گفتم میتونی یه چند بازی کنیم تو؟ آره الان دیگه وقت بازی کردن پسرم، بیا این بیلو بزن برو گیج بزن. گفتم پدر اومدی تفریح کنیم یا اومدی بردگی؟ گفت ببین خفه شو، این بیلو میکنم توی الگتا. گفت برو. گفتم باش. آقا ما رفتیم بیل زدیم، انقدر بیل زدیم فکر کنم کل عضلات بدنم از هم داشت دیگه در میومد. آقا هی ما کار کردیم شد شب. بعد شب چیزو گفتم خب پدر دیگران دیگه هیچ کاری نمونده، حداقل اجازه بدید چیزی کوف کنیم بعد بریم. گفت آره پسرم دیگه واقعیتش الان دیگه وقت غذا خوردنه. گفتم خب جون حتما پدرم کباب و این چیزا برده. بعد من توی همین فکر بودم پدرم چند سیب زمین داره و پسرم بیا اینا رو تو اون گوها تو اون پینا دفع کن بیار بخور. ما رفتیم یه سیب زمینارم پختیم چاییمونم خوردیم و از اون به بعد دیگه من از پدرم هیچ درخواست در مورد تفریحم نداشتم.